سلام علیکم برادرو. ما در تاجیکستان در رایون اتاج زندگی میکنیم، سوی نداریم. تماشا کنین اسلوب مرغ، تماشا کنین شما. پیچکا تیوپلی پول ای طرف این پولو گرم میشوند. 50 градус درون گرمه. 50 градус درون گرمه. اینجا پیچکا ایشدن تیوپلی پول. خیلی خطا میکنه. تیوپلی پول را گفتم 4 تا تیوپلی پول نه. اینجا 1 تا های، اینجا 2 تا های، اینجا 3 تا های و درونده 4 تا های. با ناخل لامپچکوی تاج نمیرونه، مرغا گرم میشن. اینجا 1 تا های و اینه طرف تا اینجا باید دیگه های. اینه توربو رو میبینین. اون توربویی که میبینید تو اونا اولا درست گرمی بالا داره که گرمی را میگیره و ابرد نه با تقسیم شون میکنن. اینجا برای مرغ چی در کنم سوید. ولی تمام نه، ولی جاش میره میبینیم. 4 گیس داشته باشه سوید نداریم. ایزا میکشم، ما ایزا نمیکشم را برای شکم باشم دم نه و ایزا کشم که مرغ چه خیلی اسلوبیه داره و آدم در تاجیکستان چه خیلی اسلوبیه داره. مرحمت. رای در آمدنشون یه پیچکا موندگیه که خنکی نداره. اینجا چرا بگم اینجا تیوپلی پول داره. کلچچ میکنی پولو گرم میشه. اینجا نه همو خیل لامپچکوی برای گرم کردنشون. پیچکا گرمی را میگیره تقسیم میکنه. اینجا 34 градус درون گرمه. 34 градус درون گرمه. همه نمی سویت 24 ساعت کار میکنن. ایش کمی میکنه که ها اینجا با موندگی شینه. تیوپلی پول داره و پتالوکان تیوپلی پول داره. اینا پتالوکان تیوپلی پول داره. این تیوپلی پولش نمیانه، پتالوکش نمیتره. پولش نمیخیل. مرغ دیدین مرغ چه خیلی شرایط زندگی میکنن. ما 4 گیس داریم در رایون زندگی میکنیم، سوید نداریم.